تا توی نپال انقلاب شد. توی طویله نپال آباد همه چیز زیر دست چوپونای قدیمی پیش میره. اما گاوای جوون مخصوصا گوساله‌های تازه نفس دیگه از دست قانونای عجیب چوپون خسته شده بودن. یه روز چوپون گفت از فردا هیچ گاوی حق نداره توی طویله مشکلاتش رو داد بزنه. هر کسی بخواد چیزی بگه باید اول از من اجازه بگیره. گاوای جوون شوکه شدن. گفتن یعنی حتی نمیتونیم با هم پچ کنیم؟ این دیگه چه وضعشه؟ اعتراض از وسط طویله بزرگ شروع شد. اول چند تا گاو جوون فریاد زدن، بعد گاوای بیشتری از عاقلای دیگه اومدن. خیلی زود کل طویله پر شد از گاوای نسل جدید که داد میزدن ما یونجمون رو میخوایم، حق صدا رو میخوایم. چوپونای قدیمی اول با چوب و زنجیر افتادن به جون گاوا. خیلیاشون زخمی شدن، بعضیا هم جون دادن، اما گاوا عقب نکشیدن. کم کم موج گاوای جوون چنان قوی شد که چوپون اصلی دیگه نتونست طاقت بیاره. کلیدو انداخت زمین و فرار کرد. بعد از چند روز قوقا گاوا در انبار بزرگو باز کردن. گفتن از این به بعد دیگه به چوپون قدیمی نیازی نداریم. باید یکی باشه که هممون قبولش داشته باشیم و بتونه تا انتخابات بعدی مراقب طویله باشه. تو همون لحظه یه گوساله از گاوآباد با لباس پاره داشت به انقلاب نپال غبطه می‌خورد.